خانوما ببخشید لطفاً شما بزنید این ویدیو بره. امروز یه مراجعه کننده داشتم، وقتی درد دل کرد دلم ریخت. چقدر شکسته شدن یه مرد سخته. بذارید بزنم بغل. چقدر مرد بودن تو این دور زمان سخت شده. از صبح تا شب بدوی، آخرش هم اون چیزی که میخوای مهیا نشه، اون خونه زندگی که میخوای نتونی بسازی. هی مقایست بکنن، این کارو کرد اون کارو کرد. هم که جدیدن مد شده، نمیدونم اگه اینو نداری کنسلی، اگه اونو نداری کنسلی. یه حرف غلطی هم مد شده که مردا که احساس ندارن. کی گفته؟ عمیق‌ترین احساسات ما مردها داریم. عشقی که ما مردها تجربه میکنیم کسی تجربه نمیکنه. باز قدیما مردای احترامی، اقتدار ظاهری داشتن، آقای خونه بودن. الان یه ذره فضا تغییر کرده. میدونم داری میبری، خسته شدی، ولی دمت گرم که هنوز پای زندگیت وایسادی. 2 تا راهکار بهت بدم حداقل یه ذره حال دلت بهتر شه. اولا یه ذره حواست به خودت باشه، به خودت برس. ورزش دوست داری؟ خلوت با خدا تو دوست داری؟ با رفیقات میخوای وقت بگذرونی؟ براش برنامه‌ریزی بکن. دوما بابا مثل قدیم نیست همه بارا رو خودت ورداری، فکر کنی بار زندگی رو یه تنه میکشی میری. سخت شده. با این مقایسه‌ای هم که تو این اینستاگرام به وجود اومده و تو فضای مجازی بار زندگی سنگین شده. چرا میخوای تنها همه این بار رو ورداری؟ چرا نمیری با خانومت گفتگو کنی؟ قبول دارم ما مردا حرف زدن زیاد بلد نیستیم، ولی لازمه که حرف بزنیم. بعضی وقتا لازمه از حلقه های حمایتی دیگه هم کمک بگیری. اگر دیگه داری له میشی به خانوادت هم بگو، به رفیقت هم بگو، با یه مشاور صحبت بکن. این کوچیک شدنت نیست، این خدشه‌دار شدن مردونگیت نیست. همه بارا رو تنها بر ندار. اگه یه خانومی یواشکی تا این آخر اومده، یه چیزم به شما بگم خانوما، بیاید یه ذره قدر مردمون رو تو این اوضاع بدونیم. به خدا مردی زندگی بودن این روزا خیلی سخته. به خدا زندگی واقعی صفحات اینستاگرام نیست. واقعی زندگی کنیم، قدر داشته هامون رو بدونیم، حال دلمون خوب باشه، زندگی میگذره.